سلام بینندگان عزیز، خوش آمدید به صحبت حاضره من. وقتی که در خانه داخل شدم، در سامانه اخبار درد دل یک مهاجر تاجیک خواندم. دلم ریش ریش شد و میخواهم که برای شما را بخوانم، چون بفهمید که ملت در چه حالت است، چون بفهمید که این ملت نیاز به پیشرفت دارد. من بیزارم از همین روسیه هم، از همین دنیاش هم، از همین دنیا هم بیزارم. فهمیدن خواهید زندگی را، بیایید و ببینید همین جا را. ای آن شب، آخر در بالای یک پالقاق خوابم، در یک بیتان. این چه گپ است؟ این چه حال است؟ مردم از فکر و از غم که 4 سوم کار کنم، راهی کنم. نون خوردگیم زهر است، بتون سیل شدم آخر. ای دنیا، می مردم پیشتر خلاص می شدم. همان خوب بود آخر چی کار کنم؟ ای بچه جون، این سرا کنم. آخر به نام خدا قسم که حرکت دارم، دوادو دارم. آخر گریه از نو مرد را اینجا گلوگیر می کند. میرم یگان جا کار می کنم، آخر نمی تیاند سوم. امروز ملت عزیز در حقیقت درد دارد. امروز وقتی که پدر 50 ساله تاجیک در بالای بیتان قاق خواب است، امروز وقتی که پدر 50 ساله تاجیک که باید در وطن خودش باشد در اذیت و در عذاب است، چطور دل ما نگریه؟ به خدا قسم، چطور دل ما نگریه ای مردم عزیز؟ بعضی برادران میگن تو چرا میخوای گپ بزنی؟ آخی همین درد دل با کی بگیم برادر عزیز؟ با شما. همین چیزایی را که میخوانیم اگر زندگیت هم خوب باشه، من نمیدونم، شاید یگان نفرای احمق صفتی باشن که زندگی خودشو خوب باشه، پروای دیگه مردم نداشته باشن. اما من وقتی که درد تاجیک میبینم دردم میگیرم، نمیتونم، مجبور میشم که همین برای شما بخوانم که شما را بفهمید که باور کنید درد این ملت درد هر یک نفر ما است. یک برادری ما، یک فکر میکنم شاعر نو هست، خورشید عزیز، من نمیشناسمش، یک شعر نوشته است. میخواستم همینم برای شما قرائت بکنم. هم دیاری مهر هر شام میشتابی تو ای اختری دلم، چون فیضی صبح میگذری از دری دلم. ملک دلم برای تو ایجاد زندگی است، تا تو اگر که خواهی شوی سروری دلم. چون دلبرانی ده سزاواری 100 بهار، کاکل کشیده می روی از بستر دلم. خالی است بی تو ساغری مژگان می فروش، با تو خمار می شکند پیکر دلم. عشق تو را به نقد دل و جان خریدیم، تا درد و رنج دور شود از بر دلم. شاید که باز می رسی ای همدیاری مهر، رنگی بهار می گیرد این دفتری دلم. خورشیدی عزیز، تشکر برادر، بهترین شعر. من نفرای با استعداد تاجیک در اینترنت میبینم و هر نفری که چیزی که مینویسه کوشش میکنم انشالله برای برادرایی که در یوتیوب زیاد گوش میکنن، برای برادرایی که در روسیه کار میکنن و وقتی خواندن ندارم، فقط گوش کردن میتونم، به همون خاطر میخوام که همین چیزا رو برای شما بخوانم. اینترنت تاجیک این درد تاجیک است و درد دل هر یک تاجیک خواندن برای ما فرض است. فرزند تاجیک، امیدوارم که فردایت خوبتر باشد از امروز و پس فردایت خوبتر و خوبتر شود. در امان خدا باشی. دوستی دورین.